است عزیز دلم. چی میگه؟ میگه رنج به جان بخر. کدام رنج داره؟ رنجی که خود لذت کلان داره. مثلا بعضیا میگه والا مرا کتاب خواندن خوشم نمیاد. سعی بر تو رنج است. هرچند ما هیچ تابالی به این باور نرسیدیم کتاب خواندن رنج باشه. خب فرض بگیریم کتاب خواندن رنج، اما امی رنج تو قبول کو چی لذت بزرگی که خود باز داره. ورزش کردن رنج است برای استاد کی میخواد صبح و وقت ورزش میکنه. صحیح است. تو میگی می رنج بخر بجان با چه صحتمندی خوبی می داشته باشی، اندام قشنگ، قلب جور، مغز فعال. حسن یک چیز براستی به نظر من رنج معلوم میشه. یعنی مرا مثلا حالی که پشت سر ماندیم فرض مثال، یعنی از اول اگر مثلا این فکر میکردم به خدا راستی شاید شروع نمیکردم این 12 سال برو مکتب، این واقعا به نظرم رنج آور است. هر بکسک دیگ 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 در چوکی قاق میشی، هر معلم و محاور بیاد سر پر گفته برا جزایی